بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. سأل سائل بعذاب واقع. تقاضا کننده ای از روی تمسخر تقاضای عذابی وقوع یافتنی کرد. للكافرین لیس له دافع. این عذاب برای کافران است و هیچ دفع کننده ای ندارد. من الله ذی المعارج. از سوی الله به وقوع می پیوندد که صاحب مراتب و درجات والاست. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فرشتگان و روح به سوی او عروج می کنند در روزی که مقدارش در مقیاس بشری 50,000 سال است. فاصبر صبرا جمیلا. پس تو ای پیامبر در برابر تمسخر ایشان صبر نیکو پیشه کن. انهم یرونه بعیدا. بیگمان آنها آن روز را دور می‌بینند و نراه قریبا. و ما آن را نزدیک می‌بینیم. یوم تکون السماء کالمهل. همان روزی که آسمان چون مس گداخته شود و تکون الجبال کالعهن. و کوه‌ها مانند پشم رنگین متلاشی و پراکنده شوند. ولا يسأل حمیم حمیما. و هیچ دوست صمیمی و خویشاوندی از حال دوست صمیمی و خویشاوندش نمیپرسد. یبصرونهم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه. در حالی که آنان به یکدیگر نشان داده میشوند، گناهکار دوست دارد و آرزو میکند که فرزندان خود را در ازای رهایی از عذاب آن روز بدهد. و صاحبته و اخیه. و همچنین زنش و برادرش را. و فصیلته التي تؤویه. و قبیله اش را که همیشه به او جا و پناه میداد. و من فی الارض جمیعا ثم ینجیه. و همچنین همه آنهایی را که روی زمین هستند فدا کند تا نجات یابد. کلا انها لظی. اما هرگز چنین نیست. بیگمان آن شعله ها یا آتش سوزان است. نزاعة للشوا. که پوست از سر بر می کند. تدعو من ادبر و تولا. کسانی را که به فرمان الله پشت کردند و از حق روی گرداندند به سوی خود فرا می‌خواند. و جمع فاوعا. و نیز کسانی را که اموال را جمع آوری و ذخیره کردند و حق آن را نپرداختند. ان الانسان خلق هلوعا. یقینا انسان کم طاقت و حریص آفریده شده است. اذا مسه الشر جزوعا. هرگاه بدی و مصیبتی به او رسد بیتابی می کند. و اذا مسه الخیر منوعا. و هرگاه خوبی به او رسد بازدارنده و بخیل می گردد. الا المصلین. مگر نمازگزاران. الذين هم على صلاتهم دائمون. همان کسانی که بر نمازهایشان همیشه پایداری می کنند. والذين في اموالهم حق معلوم. و کسانی که در اموالشان حق معین و معلومی است. للسائل والمحروم. برای مستمند و محروم.
والذین یصدقون بیوم الدین و همان کسانی که روز جزا را تصدیق می کنند. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون و کسانی که از عذاب پروردگارشان می ترسند. این عذاب ربهم غیر مأمون چرا که بیگمان از عذاب پروردگارشان در امان نتوانند بود. والذین هم لفروجهم حافظون و کسانی که شرمگاه‌هایشان را نگه می‌دارند إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين مگر با همسران و کنیزانی که مالک آنها هستند که در این صورت سرزنشی بر آنها نیست. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون پس هر کس فراتر از اینها را بخواهد آنان متجاوزان هستند. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون و کسانی که امانتها و پیمانهایشان را رعایت می کنند. والذین هم بشهاداتهم قائمون و کسانی که به شهادتهای خود متعهدند. والذین هم علی صلاتهم یحافظون و کسانی که بر نمازشان پایداری می کنند. اولئک فی جنات مکرمون اینان در باغهای بهشت گرامی داشته می شوند. فما للذین کفروا قبلک مهطعین پس ای پیامبر کافران را چه شده که به سوی تو می شتابند؟ عن الیمین و عن الشمال عزین و از راست و چپ گروه گروه هجوم می آورند. ایطمع کل امرئ منهم ان یدخل جنت نعیم آیا هر کدام از آنها با آن اعمال ناپسندش طمع دارد که در بهشت پر نعمت الهی درآورده شود؟ کلا انا خلقناهم مما یعلمون هرگز چنین نیست. بیگمان ما آنها را از آنچه خود می‌دانند آفریده ایم. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون پس به پروردگار مشرقها و مغربها سوگند میخورم که ما یقینا قادریم على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين بر اینکه کسان دیگری بهتر از ایشان را جایگزین کنیم و ما برای انجام این کار درمانده و ناتوان نیستیم. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون پس ای پیامبر آنان را به حال خود واگذار تا در باطل خود فرو روند و بازی کنند تا به روزی برسند که به دیشان وعده داده شده است. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون همان روزی که شتابان از قبرها خارج می شوند گویی به سوی بت‌ها می دوند. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون در حالی که چشمهایشان از شرم و وحشت به زیر افتاده و ذلت و خواری آنان را پوشانده است. این همان روزی است که به ایشان وعده داده میشد.